همسا محلی شعبده هستم. رسیدیم به یک شعبده جذاب، شعبده بازی که آموزشش رایگان نیست و در کانال مجید بومه. حالا برای اینکه اول شعبده بازی شروع کنم قبلش یه برم میزنم کامل بتونید اعتماد کنید و ترتیب نداره. حتی به این شکل یه بر سری بزنم، زمان ویدیو هم نده بالا سری جمعش کنم و اینو زدم که کامل اطمینان داشته باشی که هیچ ترتیبی نداره و یه کات آخرم بزنم و حالا ما میخوایم از بین این دسته کارت سه تا کارت رو به صورت رندوم بکشین و هر عددی رو به عدد 16 برسونیم. حالا مثلا این و این کاملا رندوم. اگه بیننده داشتم 100% میدادم تو خود بیننده برامون انجام بده. من اینا رو جمعش کنم. پس قرار شد هر عددی که این سه تا بود به عدد 16 برسونیم. حالا اولی عدد 4 می شود 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. دومین عدد سرباز. اینو بگم سرباز 11 بیبی 12 و شاه 13. سرباز 11 12 13 14 15 و 16 و آخرین 10 11 12 13 14 15 و 16. الان سه کارت رندوم رو انتخاب کردیم که کاملا لای دسته کارت کشیده شد و هر عددی رو به 16 رسونیم. میتونست مثلا این 5 باشه، این مثلا این 6 باشه، این 8 باشه، هر عددی میتونست باشه، اما رندوم اینا در اومدن ما به 16 رسونیم. دسته کارت رو کامل بر میزنم، مثلا یه بر شونه‌ای هم میزنم و یه دونم کارت، یکی دیگه کارت میزنم و حالا هر کارتی این پایین باشه حفظ میکنیم، میشه کارت انتخابی شما. کامل رو دور معلوم باشه. حالا اینو روی هر کدوم این دسته ها میتونم بندازم. اول دسته ها رو جمع میکنم، صافش کنیم. یه بر بزنم میذاریم اینجا. حالا این ستا رو خود بیننده میتونه انتخاب کنه که روی کدوم بندازیم. برای مثال وسط فرق نداره، خود بیننده میتونه انتخاب کنه. برای مثال روی این و الان پس میره روی این. حالا این الان تا اینجا یه مرور کنیم. سه کارت داشتیم که رندوم از دست کار در اومد، هر عددی بود اونو با کارت ها گذاشتیم روش و به عدد 16 رسوندیم و بعد از باقی مونده دست کارت ها بر زدیم، یک کارت زدیم و کارت زیری رو حفظ کردیم و دونه دونه انداختیم روی دسته ها رو با هم جمع کردیم. حالا پس کارت شما بین این دسته کارت گم شده و قاطی شده. حالا یه اتفاقی که میفته اینه که ما سه کارت از قبل انتخاب کردیم و همین سه تا رو به عدد 16 رسوندیم. یکی سرباز، یکی 10 و یکی 4. اینا رو با هم جمع میکنیم. 4 سرباز 11 و 4 15 با 10 25. پس جمع این سه عدد میشود 25. پس من 25 عدد میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 و 25. و قبول دارید دیگه کاملا رندوم انتخاب شده و الان این کارتی نیست جز کارت انتخابی شما. امیدوارم از این شعبده بازی لذت کافی رو برده باشید. یه شعبده بازی خیلی بوم و بیبی دل کارتی که شما انتخاب کردید. خیلی راحت با سه کارتی که قبل خود بیننده انتخاب کرد پیدا کرد کار شما.